پرواز اولین و یگانه باغ جانوران در شمال تاجیکستان است. زیاد از 40 جانور دارد و مسئولان میگویند به میدان وسیع‌تر برای بنیاد باغی بزرگتر نیاز دارند، چون که مکان حاضر تنگ و شرایط برای نگه داشتن حیوانات محدود است. آرزوی نیت‌های من همین است که من می‌خوام همین زوپاک رو کلان کنم. همین مبلغی که بازی خودش باز در خودش استفاده کرده، صاحب یک زوپاک خوشش نباشه در اونجا جای کنیم باز منه. مدینه دولتова هنرمندی سابق سیرک است. در سیرک دولتی تاشکند مارباز بود. 8 سال پیش به خوجند برگشت و با قرض بانک این باغ جانوران را بنیاد کرد. من حیوانات خودم دوست می‌دارم. اولین جانوران باغ هم از تحفه دوستان و ارمغانی بودند. ایده باز کردن باغ جانوران از جانب دوستان و نزدیکان مدینه دستگیری یافت. از زوپاک شنبه خریدم. از طرف تشکیل خش تبارو هستم. همکارای خودم هستم. دو تا مورم همینجا هست کارالسکی پیتون. همینا من به سوال اومدگی تشکیل. من همین شیر من به $70,000 بغل کرد. من بانک خما میگویم که بدین من روام البته به دستگیری میکنیم بیایتون گفته. اکنون حاضر هر خط تیگر مبلغی تا $5,000. $5,000. پلنگ بله. باغ جانوران پرواز حالا در یک گوشه باغ فراغتی شهرک باباجان غفوروف جایگیر است. تماشابینان از تمام گوشه های ولایت سوخت می آیند. یگانه جای است که کلانسالان و کودکان می توانند حیوانات وحشی مثل شیر، خرس، گرگ و مارهای بزرگ را از نزدیک ببینند. زادروزی سرچم بود من یاد کردم باغ حیوانات رو میرفته. امروز گیرو آمدیم. به هر فرصت همه چیزایی ها یک اول دیدم بچه‌ها خودم هم حتی که تلویزیون میدیدم تو این درجه وای نبود. باغ حیوانات خصوصی با مبلغی تماشای مردم فعال است. بلیط برای کلانسالان 5 و برای کودکان 3 سامانی است. البته دشواری هست. وقتی این کار رو سر کردیم باید حرکت کردن در که دشواری ها بروید. من حاضر خدا بشکر اخیر روزهای شنبه یک شنبه آدم میشن مکتبا میبیایم. اینجا به مکتبا میبیان سکیت که میشود. ما همین قدری که نلوکمون شود خدا بشکر نامپولی چای پولی میماند البته. مسئولان باغ میگویند اگر مقامات به آنها زمینی علاهیده بدهند یک باغ زمانوی بنیاد میکنند. این هم برای تجارت آنها مفید می شود، هم مردم امکان می‌یابند از تماشای نوع‌های گوناگون جانوران ذوق برند.